هفته خبر تو خبر داره براتون از سونامی بازگشت تحریما و نظام مچاله‌ای که از زور بدبختی مجبور شده صورتش رو با سیلی سرخ نگه داره. اما این نشان دهنده استیصال دولت آمریکاست، از اینکه دنیا در برابر دولت آمریکا ایستاده. هیچ دولتی در دنیا به غیر از چند کشور کوچک و رژیم صهیونیستی در منطقه ما آمادگی این رو نداشته که از اقدامات ایالات متحده پیروی بکنه و ما دیروز در لحن و صحبت وزرای امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا این تنهایی و عصبانیت رو از اجماع بین المللی علیه یکجانبه گرایی آمریکا مشاهده کردیم. قرار بود این جواد ظریف برای پر کردن چاله چوله‌های نظام خاک بیاره، اما هرچی خاک آورده بود حالا برگشته رو فرق سر خودش. فعلا همه مهره‌های نظام تو فاز هپروتن و تلاش میکنن با قمپوز در کردن و ادا و اطفار یه جوری خودشون رو سرپا نگه دارن. تمام امید آمریکا در این تحریم اینه که اینقدر فشار بیاره مردم ناامید شن، مردم بریزن تو خیابون بگن آقا ما نخواستیم استقلال، گفته بودیم نخواستیم استقلال، آزادی خواسته بودیم نخواستیم، سیادت خواسته بودیم و آقایی خواسته بودیم نخواستیم. ما تحریم غیرقانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور میزنیم. این شیخ فری وضعیت رو یه جوری ترسیم میکنه که انگار همه چیز حل و نظام داره به سرعت تو جاده خوشبختی پیش میره، اما فقط کافیه یه نگاهی به پشت صحنه بندازید تا همه چی دستگیرتون بشه. یادمون نرفته که همین شیخ فری موقعی که میخواست روی کار بیاد تا دلتون بخواد از این خالیا میبست. من الان به ملت ایران اعلام میکنم آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم بقیه تحریم‌های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم و عزت ایران را و منفعت ایران را به ملت ایران برگرد. بله اینجوری هست، یا نباید از اول وارد گود می شدید یا وقتی شدید دیگه شدید. حالا گیر افتادید، اونم چه گیر افتادنی. از همه شوت‌تر عضوای طلسم شکسته است که با عمامه پریشون اومده درباره زوال باقی کشورها روزه میخونه. وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. این پاسدار جعفری هم که حسابی از آینده خودش و نیروهاش در هراسه ترجیح داده فرصت سخنرانی 13 آبان رو به اجرای کمدی استندآپ اختصاص بده. پنتاگون اخیراً یک ابلاغیه‌ای به واحدهای نظامی آمریکایی تو منطقه صادر کرده به این مضمون که از ترویج و نشر هر گونه اخبار در مورد توانمندی‌های ایران در بین سربازان آمریکایی جلوگیری شود تا تأثیری بر روحیه آنها نگذارد. ببینید اینها اظهارات مقامات آمریکایی یا کارشناسان و محققین اونهاست و صاحب نظران اونهاست. حالا این شما و این پرتاب موشک‌های مقتدر سپاه به سمت مواضع دشمن. سازنده موشک رو خیلی
سازنده های موشک رو می‌بینیم. خب احسن باشه احسن باشه. این همچشمه دیگه از اقتدار و ثبات نظام در روز 13 آبان و شعار مرگ بر آمریکایی که نمیدن و شعار مرگ بر خامنه‌ای که میدن. مرگ بر خامنه‌ای. هیچ کی شعار نمیده. این هم تصویری از یک مدرسه دخترونه در روز 13 آبان که قرار بود مراسم آخوندی توش برگزار بشه، اما نتیجه این شد. وقتی عظما از همه جا مونده و از همه جا رونده میشه، تنها برگی که براش میمونه خوندن این شعار مضحک تو استبل مجلسه که فقط به درد خنده میخوره. باید که قوی و مرد میدان باشی، گور پدر ترامپ خندان باشی. بگذر تو از این کلید و وقت است امروز در فکر کلید ضد بحران باشی. این هم پیشنهاد یه هموطن به عظما درباره استفاده درست از استبل ولایت. ای رهبر انقلاب، بیایید از همین امسال 360 خر داخل مجلس اسکان دهید. از شیر هر خر روزانه که 1 کیلو پنیر به قیمت هر کیلو 5 میلیون تومان به فروش برسد، روزانه می شود 180 میلیون تومان و در طی 4 سال می شود 262 میلیارد تومان که با این پول می توان کل علوفه دامها را از خارج تامین کرد و کلیه دامها را در سالن کنفرانس ادارات اسکان دهید. وقتی دامها اسکان داده شود، خود به خود پوشش گیاهی زنجیری رشد و باعث اکسیژن و اکسیژن با هیدروژن خورشید ترکیب و تولید آب، برف، بارون و چشمه و رودخانه‌های همانند کارون و زایند رود پر آب و در کنار آن باغ میوه و حبوبات فراوون و مردم از فقر و بیکاری در می آیند و حتی جلوی قطع برق کشور که به زودی رخ می‌دهد گرفته می‌شود. در روزهایی که بدبختی و بحران سراپای نظام رو گرفته، بعضی از مهره‌های نظام به خوشمزگی رو آوردن تا شاید از فشار شرایط کم کنن. یه نمونهشون این وزیر بهداشت آخونده است. شنیدم چشمان اکثر مسئولان کشور رو شما درها معاینه کردید، عمل کردید، درسته؟ بله، چشماشون رو عمل کردیم ولی ظاهرا مثل این که خیلی در بینایی موثر نبوده. یکی از کسایی که تو نظام خودش رو به ندیدن میزنه این شیخ فریه که حرفاش یکی از یکی پرت و پلاتره. خود تحریم هم یه مقدار به بازار سرمایه کمک کرده. البته از اونجایی که وضعیت قرمزه، دلواپسا هم حسابی جوش آوردن و تا تهدید جانی شیخ فری و دار دسته جام زهری پیش رفتن. ان ربک اشتباهی های دیگه هم داریم. ان ربک لبل استخر. یه خدا مال توه، یه خدا من دارم. لب استخر، لب استخر فرح یا اول فیض یا خواص عمود انقلاب که اینا توفاله های اون فکرن. تاسوعا میره اسکی بازی، کتاب می نویسه. تاسوعا رفتیم اسکی بازی فلان. این فیگورا جواب نداره. خطری که تو راه کل نظام رو تهدید میکنه. جای جاش همشون باید پا بذارن به فرار. اولین تاثیر برگشت تحریما روی جنگ و دعوای درونی آخونداست. توی این وضعیت حرف خیلی هاشون اینه: گفت رونالدو رو ول کن، قزنفر رو بچسب. امروز قزنفرهای داخلی مشکل و اساس و عامل چنین فشارهایی بر مردم هستند.
اونها هستند که باید تجدید نظر کنن در عملکرد خودشون. این جوجه بسیجی هم اومده از حرفای آخوند قبلی پیروی کنه که به نتایج جدیدی رسیده. امروز با کسایی درگیریم بعضا پیشانیاشون پینه بسته است، بعضا لباس روحانیت تو تنشون هست، بعضا سابقه جنگ دارن، بعضا حتی لباس نظامی تنشون هست، چیزایی که برای ما هر کدومش مقدسه، هر کدومش برای ما عزت، هر کدومش ما کسی داشته باشه اعتبار بهش قائلیم، احترام میگذاریم. اینجاست که وضعیت خطری میشه و از ترس اینکه ریزش و بریدگی توی نظام زیاد بشه، یکی مثل این دلقک خمینی پیدا میشه تا افسار این جماعت رو بکشه. ولی بعضی خبراش هم همش خبرای تلخه، هی میخوان افشاگری کنن تا ظرفیت مردم با دید. حالا یه کسی نتونست انجام بده، بعد عمل کرده، نباید تشویق زیاد باشه که طرف غرور بگیردش، نباید توبیخ زیاد بشه که طرف ببره. سعی کنیم انتقاد بکنیم از شخص یا نظامی، طرف نبره. این روزا همه توی نظام دلواپس براندازی هن. از خود عظما تا اصلاح طلبای قلابی که حسابی دکونشون تخته شده. اصلا من خودم رو که میگم، ولی نمیخوام، من خودم خیلی کوچیکم، جریان اصلاحات رو اصل انقلاب و نظام میدونم. مردم ما یه تجربه انقلاب دارن. وقتی شما یه تجربه انقلاب دارید، خیلی بعیده در طول 50 سال 100 سالی که میگذره مردم دوباره بخوان انقلاب بکنن. من هیچ کس که سرش به تنش بیارزه و بخواد بیاد براندازی بکنه و یک بر اساس اون یه آینده بهتری برای مردم بسازه نمیدونم. یعنی شما میگین اگر با این وضعیت براندازی بشه وضع بدتر میشه؟ ها، من آینده رو براندازی خیلی تاریک میبینم. اینا فکر میکردن میتونن یه راهی برای موندگاری نظام پیدا کنن، اما بعد جوری به خنس خوردن. در این وانفسا بساط بخور آخوندام جوره و هر بار به شکلی و در قالب اعترافی بیرون میزنه. آقای نماینده مجلس که یه نفرتون هم عضو هیئت رئیسه هم هست، شما وقتی 20 میلیون تومان، بالای 20 میلیون تومان از یه وزارتخونه دیگه‌ای حقوق بگیری، اصلا چطوری میخوای درد مردم رو بفهمی؟ چطور میخوای بفهمی که مردم چند ماه یه بار یه حقوق توی بخش سیتی اسکنمون بود دیگه، میگفت 8 ماه حقوق ندن، 30% دارن حقوق میدن. شمایی که در مجلس نشستی، شمایی که در هیئت رئیسه هستی، بالای 20 میلیون حقوق میگیری، 2-3 تا خونه همینجوری تصرف کردی نشستی و پسش هم نمیدی، چجوری میخوای درد مردم رو بفهمی؟ پولای مردم خرج رفاه آقازاده ها میشه، بعد وضعیت مردم اینه. کامله شاکرم، بفرما قربونت. میگم انجیر کیلو چند؟ این انجیر کیلو 50. 50؟ آه. دیدار به قیامت، میبینم دوباره. یا الله. با امید خدا. در پایان توجه شما رو به اثری از یک هنرمند توانا جلب می‌کنیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک عمر رو به تصویر می‌کشه.